امروز در زمان معاصر نقش آثارخوانه‌ها در حفظ و نگهداری و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی هر یک دولت و ملت نقش بارز دارد و آثارخانه ملی تاجیکستان همچون یک جزء ترکیبی آثارخانه‌های دیگر دولت‌ها امروز یعنی دارای ذخیره‌های مهم کادری و آثار تاریخی میباشد که میتواند در همکاری با دیگر آثارخانه‌های جهان یعنی همکاری‌ها را فراهم و دیگر کارمندان آثارخانه‌های کشورهای دیگر نیز میتوانند از فعالیت پرثمر آثارخانه ملی تاجیکستان آموزند و در فعالیت کاری خود یعنی مورد استفاده قرار زمان کارمندان آثارخانه ملی نیز از تجربه آموخته کشورهای پیشرفته دایر به سمت‌های گوناگون فعالیت آثارخانه‌ای می‌آموزند و آن را در فعالیت عملی خود تطبیق می‌نمایند. شعبه متدی و تیار کردن کادرهای علمی آثارخانه ملی یکی از شعبه‌های کلیدی محسوب می‌یابد، زیرا در این شعبه پیش از همه کارهای علمی تحقیقاتی بر راه مانده می‌شوند و همزمان در زیرتابع این شعبه بخش ماجستراتور و دکتراتور نیز فعالیت می‌نماید.